جمهوری اسلامی میخواد سیاست رو با فوتبال ادغام بکنه، چیزی که واقعا در هیچ کجای دنیا نمیبینید. هیچ ورزشگاهی در کره، نمیدونم در ژاپن، در اروپا شما میبینید که عکس مقامات اون بالا باشه. الان ورزشگاه همه چیز رو قاطی هم بکنه و متاسفانه مسئولای باشگاه سپاهان هم برای اینکه همچنان بر مسند امور باشن، بوی سبقت رو از دیگر در واقع باشگاه‌ها رو بودن و اومدن یه جوری اون مجسمه رو اونجا نصب کردن که هیچ جوری نشه جداش کرد. یعنی نیم ساعت هم فرصت داده مسئول باشگاه الاتحاد، نیم ساعت هم فرصت دادن که اینو جابجاش کنن و اونا گفتن که نه ما نمیتونیم این کارو بکنیم و شاید مثلا نخواستن این کارو بکنن چون به هر حال براشون افت داشته و هر چیزی که هست. من فقط اینو بگم که این موارد به AFC انتقال داده میشه و کمیسیون‌های مربوطه در موردش تصمیم گیری میکنن. مزدک اگر درست متوجه شده باشم، اگر به درخواست AFC این اتفاق افتاده باشه و تیم سعودی با چراغ سبز اونها در زمین حاضر نشده باشه، عملاً 3 امتیاز هم